مگه نمیگن که میشه با لایک و کامنت گذاشتن به درآمد رسید؟ پس چرا برای هر کی که کامنت میذاریم آخرش میگه که بیا فلان قد دوره منو بخر که آموزشمو در اختیارت قرار بدن که شاید به درآمد برسی. سلام، وقتتون بخیر باشه. فاطمه زنگنه هستم و قراره داخل این ویدیو صرف تا صد مراحل ادمینی و مراحلی که میتونید از طریق لایک و کامنت گذاشتن به درآمد برسی رو بهتون آموزش بدم. این آموزشی که قراره در اختیارتون امروز قرار بدم حاصل 3 سال تجربه و 20 میلیون هزینه بابت خرید پکیجایی که خودم انجام دادم. من قبل از اینکه بیام یوتیوبر بشم و داخل یوتیوب فعالیت کنم ادمین بودم و توی این تایمی که ادمین بودم دوره ها و پکیج های زیادی رو خریدم و دیدم، ولی خب متاسفانه یک کدوم از این دوره ها به درد من نخوردن و قرار داخل این آموزش و این ویدیویی که شما ببینید قرار حاصل تمام آزمون خطاهایی که انجام دادم و تونستم به درآمد برسم و بهتون آموزش بدم. آموزشی که قول میدم هیچ مدرسی حتی تو دوره‌های میلیونیشم بهتون آموزش نمیدن. چون اگه که این نکات رو بدونین و بدون هیچ اضافه گویی و بدون هیچ رویا فروشی مستقیم برید سراغ اصل مطلب و اون اصل مطلب رو یاد بگیرین، همتون میتونید به درآمد برسین و خب این به ضرر پکیج فروشاش، چون دیگه نمیتونن پکیجشون رو به کی بفروشن. پس اگه که میخواید بدونی چجوری میشه خیلی ساده و سریع از طریق لایک کردن به درآمد رسید، بهت پیشنهاد میکنم که یه کاغذی، یه خودکاری، یه چیزی بذاری کنار دستت و تمام چیزایی که بهت میگم مو به مو یادداشت کنی، چون تمام این حرفایی که قراره در ادامه بزنم نکته مهم هستن و اصل مطلبن و هیچ اضافه گویی نداره و تمام هر چیزی که لازمه که تو از طریق لایک و کامنت گذاشتن به درآمد برسی رو قراره مو به مو و قدم به قدم بهت آموزش بدم. پس اگه که آماده‌ای بریم که آموزشش رو با هم یاد بگیریم. برای شروع مسیر ادمینی باید یه پیج کاری توی اینستاگرام داشته باشی. برای ساخت یه پیج حرفه‌ای هم لازمه که با شماره و ایمیلی که قبلا باهاش پیج نساختی یه حساب جدید بسازی. شماره که مشخصه، بریم برای ساخت ایمیل. برای ساخت ایمیل وارد گوگل شو و عبارت ساخت جیمیل رو سرچ کن. روی اولین سایت پیشنهادی کلیک کن، پایین‌تر برو و روی ساخت حساب جدید بزن. در صفحه جدیدی که برات باز میشه از بالا روی این قسمت کلیک کن که ایمیل های قبلیت رو نشون میده. این قسمت روی افزودن حساب دیگر بزن و بعد افزودن حساب به دستگاه رو انتخاب کن. گزینه استفاده شخصی رو بزن و اینجا باید نام و نام خانوادگیت رو وارد کنی. این اطلاعات باید واقعی باشه. تاریخ تولدت رو به میلادی وارد کن. مثلا اگر که مثل من متولد 1384 هستی، سال تولدت میشه 2005. اینجا هم بعد ماه و روز تولدت رو انتخاب کنی. توی این قسمت هم جنسیتت رو باید مشخص کنی و روی بعدی بزن. اینجا گوگل 2 ایمیل پیشنهادی بهت میده. میتونی یکی رو انتخاب کنی یا خودت ایمیل دلخواهت رو از این قسمت بسازی. وقتی که ایمیل پیشنهادی رو انتخاب کردی یا خودت به دلخواه خودت ایمیل نوشتی، بعدش روی بعدی بزن و اینجا باید رمز عبور قوی انتخاب کنی و حتما یک جای امن این رمز رو یادداشت کن که هیچ وقت فراموشت نشه. وقتی که رمز تو انتخاب کردی و یادداشتش هم کردی، حالا توی یه قسمتی از گوشیت روی بعدی بزن و توی این قسمت هم روی موافقم کلیک کن. به همین سادگی ایمیلت ساخته میشه. مرحله دوم ساخت پیج اینستاگرامه. با ایمیل و شماره جدیدی که ساختیم وارد اینستاگرام شو. یه پیج کاری بساز با اسم مناسب، عکس پروفایل، بایوگرافی جذاب و دسته‌بندی درست. بریم که مراحل ساخت پیج اینستاگرام هم بهتون یاد بدم. برای ساخت یک پیج حرفه‌ای داخل اینستاگرام وارد اینستاگرام بشین. اگر که قبلا حسابی داشتی، آیدی اون حساب رو این بالا میتونی ببینی. حالا روی آیدی قبلیت کلیک کن. اینجا روی افزودن حساب کلیک کن. بعد روی ایجاد حساب جدید بزن. اینجا بعد یه نام کاربری برای خودت بنویسی. یه نام کاربری حرفه‌ای و مرتبط با موضوع پیجت وارد کن. چون که تو میخوای پیج ادمینی بزنی، ببین اولش بنویس ادمین، حالا یه نقطه یا یه آندرلاین بزن،
بعد فامیلی یا اسم تو بنویس. وقتی که این کارو کردی، مرحله بعد چیه؟ تنظیم رمز و عبور یا همون گذرواژه است. باید اینجا یه رمز خیلی قوی وارد کنی و حتما این رمز و این گذرواژه که اینجا می‌نویسی رو یادداشت کن توی یه جای امن گوشیت. هیچ وقت فراموشش نکنی، چون اگه اینو فراموشش کنی ممکنه دسترسیت به پیجت مشکل ساز بشه بعدن. همین الان گذرواژه‌ای که برای پیجت انتخاب می‌کنی و می‌نویسی رو برو یه جایی، حالا توی سیو مسیج تلگرام، روبیکا، هر چیزی، هر کجایی که میدونی یادداشت کن که همیشه داشته باشیش. هر وقت حالا از پیجت خارج شدی یا گوشی رو عوض کردی دوباره خواستی وارد پیجت بشی، اون گذرواژه رو داشته باشی. بعد از اینکه گذرواژه رو انتخاب کردی، حالا باید اینجا ایمیل یا شماره موبایل تو وارد این پیج جدیدت کنی که برای امنیت بیشتره. شماره موبایل که بهتون گفتم، بعد شماره موبایلی رو وارد کنید که قبلا باهاش پیجی نساختین. ایمیل هم که با هم ساخت ایمیل هم که یاد گرفتی، ایمیلی که ساختی رو از این قسمت وارد میکنی، اون کدی که به ایمیلت وارد میشه رو اینجا پیست میکنی و روی بعدی میزنی. وقتی که این مراحل رو تکمیل کردی، پیج تو ساخته میشه. توی این قسمت که پیجت ساخته شده، بعد عکس پروفایل برای پیجت انتخاب کنی. هم میتونی عکس خودتو بذاری، هم میگی دوست نداری عکس خودتو بذاری، کافیه بری وارد گوگل بشی و سرچ کنی عکس پروفایل مخصوص پیجای ادمینی و میبینی که برات چند تا مثلا لوگو اومد. با توجه به چیزی که خود دوست داری یکی رو انتخاب کن و برای پروفایل پیجت بذار. ولی خب اگه بتونی از عکس خودت انتخاب کنی و از عکس خودت استفاده کنی خیلی بهتره. ولی حالا اگه که شرایطش هم نداری اصلا مشکلی نیست، همین کاری که بهت گفتم و انجام بده. بعد از اینکه عکس پروفایلت رو درست کردی، حالا میرسیم به تنظیم بایوگرافی. باید یه متن کوتاه و جذاب بنویسی که مخاطب بفهمه پیج درباره چیه. تو درباره ادمینی میخوای فعالیت کنی داخل پیج دیگه. حالا اگه که ایده ای نداری که برای بایوگرافیت بنویسی، اصلا مشکلی نداره. کافیه وارد سرچ اینستا بشی و سرچ کنی هشتگ ادمین. خب و این پیجایی که برات بالا میاد و یکیشون رو انتخاب کنی و از بایوگرافی که نوشته ایده برداری کنی. مثلا اگه که از یه بایویی توی یه پیج ادمینی خوشت اومد، میتونی ازش ایده بگیری و تو هم بایوگرافی تو مثل همون بنویسی. حالا هم پروفایل اوکی شد و هم بایوگرافیت. نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به اینکه پیج تو به یه حساب حرفه‌ای تبدیل کنی. کافیه روی این قسمت ویرایش نمایه بزنی و بیای پایین صفحه روی ساخت حساب حرفه‌ای بزنی. وقتی که روی این بزنی، اینجا عنوان‌هایی که می‌خوای مثلا موضوع پیجت باشه رو انتخاب کنی که بلاگری به نظرم بهترین نوع. این بلاگر رو انتخاب می‌کنی. از این بالا هم می‌تونی حالا انتخاب کنی که این عنوان بلاگر داخل پیجت نمایش داده بشه یا نه، که من پیشنهاد نمی‌کنم نشون داده بشه. حالا اینم بستگی به خودتون داره، میتونید انتخاب کنید، میتونم انتخابش نکنید که حالا داخل پیجتون مشخص بشه. وقتی که اینو انتخاب کردین، کافیه روی این گزینه‌های بعدی بزنید و اینجا حواستون باشه که این گزینه روی گزینه بالایی و همون سازنده باشه. وقتی که اینا رو اوکی کردید، یه دونه رفرش میزنیم و میبینید که بله، حسابمون به یک حساب حرفه‌ای و یه داشبورد حرفه‌ای تبدیل شد. بعد از اینکه پیج اینستاگراممون رو ساختیم، پروفایلش رو درست کردیم، نیمش رو درست کردیم، بایوگرافیش رو درست کردیم و پیجمون رو به حساب حرفه‌ای تبدیل کردیم، حالا وقتی چیه؟ وقتی اینی که بتونیم پیج رو رشد بدیم. برای این کار بعد پستای وایرال رو پیدا کنیم. حالا چجوری پستای وایرال رو پیدا کنیم؟ وارد اینستاگرام میشیم و هشتگ های مرتبط با حوزه کاریمون رو سرچ میکنیم. مثلا ما الان پیج ادمینی زدیم دیگه و میخوایم فعالیت ادمینی کنیم. ادمینی چیه؟ مثلا آموزش اینستاگرامه و آموزش ترفنده اینستاگرامه. برای همین وارد جستجوی اینستاگرام میشیم و سرچ میکنیم هشتگ ادمین. توی این قسمت تمام محتواهایی که ویوهای میلیونی خوردن رو باز میکنیم و میبینیم که ببینیم چجوری هن. همینطور هم که میبینید 90% بدون چهرن و نیازی به جلو دوربین اومدن نداشتن. ما این ویدیوها رو میبینیم و این ویدیوها رو ذخیره میکنیم. چرا ذخیره میکنیم؟ چون قراره مثل این ویدیوها خودمونم بسازیم و از این ویدیوها قراره ایده بگیریم که مثل اینا بسازیم و بذاریم داخل پیجمون. وقتی که مثل اینا بتونیم این ویدیوها رو درست کنیم
وقتی که ویوهای بالایی خورده و ویوهای میلیونی خورده، قطعاً برای ما هم اگه که درست مثل اینا درستش کنیم، برای ما هم ویوهای بالایی میخوره. پس یه چند تایی رو مثل این محتواها پیدا میکنیم، ذخیره‌شون میکنیم که بتونیم ازشون ایده بگیریم و برای پیجمون مثل اینا ویدیو درست کنیم. این هم از این. وقتی که محتوای وایرال بتونید درست کنید، احتمال رشد کردن پیجتون خیلی زیاده. مخصوصا الان که اینستاگرام داره به پیجای تازه تأسیس و پیجای کوچیک خیلی بها میده. یعنی وقتی که اینستاگرام بفهمه که تو داری این محتوایی درست میکنی که اون محتوا ایدش میلیونیه، 100% بهت بازدید خوبی میده. فقط توجه کنید که به هیچ عنوان همین ویدیوهایی که الان دارید میبینید رو ذخیره نکنید، کپی نکنید بذارید داخل پیجتون. شما قراره فقط ازش ایده بگیرین. یعنی الان این ویدیویی که دارید میبینید و خودتون برید بسازید که خیلی ساده است. حالا اینم در ادامه بهتون میگم. اینم از این. فهمیدید که باید چه محتوایی درست کنید، چه جوری پست بذارید، که میرید تو قسمت سرچ خیلی ساده سرچ میکنید هشتگ ادمین و محتوای وایرال رو پیدا میکنید، ذخیره میکنید و ازش ایده میگیرید. نکته دیگه ای نداره و اگه هم سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید و همتون جواب میدم. این از پست. حالا برای استوری باید چی کار کنیم؟ برای استوری انقدر دیگه هوش مصنوعی پیشرفته شده این روزا که دیگه نیاز نیست تو از مغزت بخوای کاری بکشی یا خیلی بخوای فکر کنی. اولا اینجوری بود که برای سناریو نوشتن استوری و پست و اینا انقدر باید فکر میکردی که چند روز کامل فقط باید سناریو مینوشتی توی حالا دفتر یا گوشی یا هر جای دیگه ای، که بالاخره مثلا میتونستی یه سناریوی قابل قبولی مثلا برای استوری پیدا کنی، بنویسی و استوریشون کنی. ولی الان چی شده؟ الان هوش مصنوعی اومده که تو عرض 5 دقیقه 10 ثانیه برای سناریو استوری حتی 1 سالت هم مینویسه. حالا چجوری؟ فقط کافیه وارد گوگل پلی بشید و اپلیکیشن هوش مصنوعی کوپایلت رو سرچ کنید و نصبش کنید که لوگوش هم اینه. وارد گوگل پلی میشید، مینویسید کوپایلت و برنامه‌ش رو نصب میکنید، واردش میشید. توی هر موضوعی که میخواید استوری بذارید رو توی این قسمت بهش مینویسید. مثلا میگید که 30 تا ایده استوری برای پیج ادمین اینستاگرام به هم بده. همینطور که میبینی برات 30 تا ایده مطابق با موضوع پیجت نوشت. حالا چی میشه؟ مثلا ایده اول تا ایده سوم الان بهت داده. خب حالا تو میخوای یکی از این ایده ها رو استوری کنی. میای چی میگی؟ میگی که ایده اولو برام یک سناریوی کامل در رابطه باهاش بنویس که هم اعتماد سازی داشته باشه، هم صمیمیت با مخاطب و هم افزایش تعامل. دقیقاً این سه تا نکته‌ای که بهتون گفتم رو باید به این هوش مصنوعی کوپایلت بگید که خیلی دقیق و مو به مو و اون چیزی که میخواید رو براتون بنویسه. و یه نکته مهم بهتون بگم، این هوش مصنوعی رو فکر نکنید که رباته، فکر کنید که دوستتونه و همون جوری که با دوستتون باهاش حرف میزنید باهاش حرف بزنید. همینقدر ساده. یعنی شما هر چقدر ساده تر با این هوش مصنوعی حرف بزنید و هر چقدر با جزئیات بیشتری باهاش حرف بزنید، دقیقاً همون چیزی که میخواید رو بهتون یاد میده و بهتون میده. یعنی درباره هر چیزی که بخواید بهتون اطلاعات میده، در صورتی که با جزئیات کامل ازش بخواید. خب اینا همینطور که دیدید در رابطه با این موضوعی که ازش خواستیم یک سناریوی کامل استوری داد که میتونیم این سناریو رو توی استوری 1 روز کاملمون بذاریم. بچه‌ها به خدا این ترفند و هیچ مدرسی و هیچ کسی رایگان بهتون نمیگه. پس لطفاً نکته به نکته یادداشتش کنید که حتی یک کلمه هم از قلم جا نندازید. به خدا اگه اون روزی که من میخواستم ادمینی رو شروع کنم یکی میومد این اطلاعات رو رایگان در اختیارم قرار میداد، دیگه هیچی از خدا نمیخواستم. بدون اینکه آزمون خطایی پیش بیاد و بدون اینکه بخواید هی سردرگم بشید که چیکار کنید چیکار نکنید، ایده استوری از کجا بیاریم، ایده پست از کجا بیاریم، چجوری پیجمون رو رشد بدیم، تمام 0 تا 100 مسیرشو که خودم رفتم با تجربه های خودم با هزینه های خودم دارم در اختیار قرار میدم، اونم کاملا رایگان. پس لطفاً قدرشو بدون و این تمام چیزایی که بهت میگم و با دقت گوش بده و یادداشتش کن که وقتی که خواستی این کار رو شروع کنی دیگه مراحلش رو یادت نره و بدونی از کجا باید شروع کنی. اینم از این. حالا ما تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که یه پیج حرفه‌ای بسازیم، امنیتش رو اوکی کنیم و زیر ساخت پیجمون رو اوکی کنیم، مثل پروفایل، بایوگرافی، نیم و تمام قسمت‌های دیگه‌اش
یاد گرفتیم که چجوری پست‌های وایرال بسازیم، یاد گرفتیم که چجوری استوری‌های جذاب و کامل درست کنیم. حالا چی میمونه؟ حالا چجوری باید به درآمد برسیم؟ ببینید من خودم اون زمان که دنبال پروژه و اینا بودم فقط یه ترفند میزدم، اونم این بود که میرفتم توی سرچ اینستا و سرچ میکردم تیم ادمینی و اون پیجایی که تیم ادمینی داشتن مثلا 10 تاشون رو انتخاب میکردم و یه پیام آماده براشون ارسال میکردم. حالا چه پیامی؟ عکس این پیامو براتون توی این صفحه براتون میارم که ازش اسکرین شات بگیرید که یادتون بمونه و ذخیرش کنید حتما. پیام اینجوری بود: سلام، وقتتون بخیر. من تازه پیج ادمینی خودم رو زدم و دنبال اینم که با تیم‌های فعال همکاری کنم تا رزومم قوی‌تر بشه و تجربه‌ام بیشتر. به کارم متعهد و منظمم، تولید محتوا و مدیریت پیج رو خوب بلدم و آماده‌ام که توی پروژه هاتون کمک کنم. اگه نیروی جدید میخواین خوشحال میشم عضو تیمتون باشم. این پیام نشون میده که شما کارتون رو بلدین و میشه بهتون اعتماد کرد. فقط یه نکته مهم، قبل اینکه این پیام رو ارسال کنید باید پیج خودتون رشد کرده باشه و حداقل 1000 تا 2000 تا فالوور داشته باشید و چند تایی هم پست گذاشته باشید. در غیر این صورت بهتون اعتماد نمی‌کنن. چرا؟ چون میگن اگه که تو بلد بودی پیج خودت رو رشد میدادی. پس حواستون به این نکته خیلی جمع باشه و این نکته رو در نظر بگیرید. خیلی عجله نکنید که یهو مثلا امروز پیج زدید سری برید به این تیم‌های ادمینی پیام بدین، اصلا جوابتون رو نمیدن. اول وقت بذارید، پیج خودتون رو بیارین بالا، اونجوری که بهتون گفتم محتوا بذارین، اونجوری که بهتون گفتم استوری بذارین. پیجتون یه پیج حرفه‌ای و تمیز باشه که هر کسی که دید و به هر کسی که پیام دادید عشق کنه، بگین این کارش حرفه‌ایه و معلومه که مثلا میتونه از پسش بر بیاد و 100% بهتون پروژه رو میده. خب حالا قدم 4 چیه؟ قدم 4 دیگه شروع درآمدزاییه. قدم اول این بود که یه پیج حرفه‌ای بسازی، پروفایلش و بایوگرافیش و امنیتش رو همه رو اوکی کنی. قدم دوم این بود که بری پستای وایرال یا همون میلیونی رو پیدا کنی، ازشون ایده بگیری و دقیقاً مثل اونا رو بسازی و بذاری داخل پیجت. اونم هر روز. اگه که می‌خوای سری پیجت رشد کنه، اگه که می‌خوای سری به درآمد برسی، باید هر روز پست بذاری. بلا استثنا. حتی روز جمعه هم سعی کن پستتو بذاری. نگو دیگه استراحتم، نه. اگه که میخوای پیجت سری بره بالا و به یه درآمد معقولی برسی، باید هر روزشو پست بذاری. قدم سوم این بود که وقتی پستی و گذاشتی پیجت اومد بالا، بری به اون پیجی که تیم ادمینی دارن پیام بدی که پروژه بگیری. و حالا قدم 4 فرض رو بر این میگیریم که تونستید پروژه بگیرید. حالا چجوری پروژه رو انجام بدی که بابتش پول بگیری؟ ببین اصلا استرس نداشته باش. همون چیزی که بهت گفتم و برو داخل گوگل پلی دانلود کن. اون قراره همینجا به دادت برسه، به کمکت برسه. همین که گفتم فقط کافیه بری داخل گوگل پلی و این هوش مصنوعی کوپایلت رو نصب کنی. حالا اینجا دوباره موضوع اون پروژه‌ای که گرفتی دستتو بعد به این هوش مصنوعی بگیم. مثلا موضوع آرایشگری، مثلا تو یه پیج آرایشگری اومده دستت که قراره این پیج رو مثلا رشدش بدی، براش لایک و کامنت بذاری. به این هوش مصنوعی میگی که 30 تا ایده استوری در رابطه با موضوع آرایشگری برام بنویس که هم اعتماد سازی باشه، هم ایجاد صمیمیت و هم بالا بردن تعامل پیج. دقیقاً این ستایی که تو اون چند دقیقه پیش بهتون گفتم که حتما باید یادداشتش کنید. این ستا رو میگید، موضوع پیجم که دستتون گرفتی رو بهش میگید و میبینی که دقیقاً اون چیزایی که از این هوش مصنوعی خواستی رو داره برات مینویسه. 30 تا ایده استوری برات مینویسه که برای 1 ماهت میشه. حالا یکی از این ایده ها رو انتخاب میکنی و میگی که در رابطه با این ایده یک سناریوی کامل اسلایدی برام بنویس و بوم، میبینی که برات معجزه کرد و سناریو استوری 1 روز کامل رو برات نوشت. دیگه نیاز نیست که بری فکر کنی خدایا استوری رو چی بذارم، استوری کارفرما رو چجوری بذارم، چی بنویسم که خوشش بیاد به من مثلا حقوقمو بده. خیلی راحت میای به این هوش مصنوعی میگی و برای سناریوها رو مینویسه. البته یه چیز بگم، این رازه ها، اینو به هیچ کس نگو، چون هیچ مدرسی نمیخواد که اینو بدونی. اگه که بفهمن تو اینو میدونی بهت پروژه نمیدن. تا این حد حواست به این نکته خیلی جمع باشه. خب ببین دیگه چی میخوای؟ راحت، یعنی لقمه آماده رو من گذاشتم تو دهنت، برو حالشو ببر.
حالا که سناریو استوری یک روز پیجی که گرفتی دستتو برات نوشت، روزهای دیگه‌ش هم مثلا روز دوم، سوم تا سیوم هم میای به این هوش مصنوعی میگی که سناریو کامل یک روزشو بنویس که همینطور که میبینی کامل و تر و تمیز بهت تحویل میده که فقط کافیه کپیشون کنی و اسلاید به اسلاید تو استوری های کارفرمات یا همون پیجی که گرفتی دستت بذاری. خب تا اینجا استوری اوکی شد. برای پست چی کار کنیم؟ برای پست هم دقیقا همون چند دقیقه پیش که گفتم و باید انجام بدین. یعنی چی؟ یعنی موضوع پیجی که دستتون بود و میاید از قسمت سرچ اینستا با یه هشتگ سرچ میکنید. بر فرض مثال همون مثال آرایشگری، فرض میکنیم که پیجی که اومده دستتون و دستتون گرفتید آرایشگریه. بعد این قسمت ریلز رو انتخاب میکنید و هرچی پست که مربوط به اون پیجه و آمارش بالا هست رو انتخاب میکنید و برای کارفرماتون یعنی صاحب اون پیجی که دستتون گرفتید میفرستید و میگید که این ایده هایی که براتون فرستادم خوبن و میتونید واسه این چند وقت از روی این محتواها ایده بگیرین و محتواشو ضبط کنید. میگید که برای شما ویدیوها رو ضبط کنه و برای شما بفرسته که شما هم ادیتش بزنید و پستش کنید داخل پیجی که دستتون گرفتید. خب تا اینجا استوری اوکی شد، پست اوکی شد، فقط مونده تعامل پیج یا همون لایک و کامنت گذاشتن برای پیج که باعث میشه پیج کارفرما رشد کنه. اما یه نکته خیلی مهم هست، اینستا جدیداً به تعامل کردن یعنی همون لایک و کامنت گذاشتن زیادی حساس شده. یعنی اگه که کوچیکترین زیاده روی کنید ممکنه که پیجی که دستتونه بپره و دیگه بر نگرده و کلی براتون دردسر بشه. لطفاً به این نکته خیلی توجه داشته باشین. حالا باید چیکار کنید که این اتفاق نیفته، که پیج کارفرما محدود نشه و به دردسر نیفته؟ کلاً شما باید در روز 30 تا لایک، 30 تا کامنت و 30 تا فالو انجام بدین. اونم با فاصله های مختلف، یعنی پشت سر هم نباید این کار رو انجام بدین که پیج محدود بشه و بپره. اگه که مثلا توی 1 ساعت یا نیم ساعت بیایید 30 تا کامنت، 30 تا لایک، 30 تا فالو انجام بدین، اینستا فکر میکنه که شما رباتین و کلا پیج رو محدود میکنه یا از دسترس خارج میکنه که واقعا یه مشکل خیلی بزرگه. پس حتما اینو به یاد داشته باشین که باید این 30 تا لایک، این 30 تا کامنت و این 30 تا فالو رو در طول روز پخش کنید. مثلا اطرافای ظهر بیاین مثلا 5 تا لایک انجام بدین، بعدش 3 ساعت بعدش یا 1 ساعت بعدش دوباره بیاین 3 تا دیگه لایک انجام بدین. اینجوری لایک ها و کامنت ها و فالو کردن ها رو در طول روز پخش کنین که مشکلی برای پیج نیاد. حالا که اینو یاد گرفتین یعنی فهمیدین در روز کلا باید 30 تا لایک، 30 تا کامنت و 30 نفر رو فالو کنید، اونم با فاصله های مختلف. حالا این 30 تا کامنت و لایک و فالو رو باید برای کیا انجام بدید؟ برای اونایی که موضوع پیجشون دقیقاً موضوع پیجی که دستتون گرفتید. یعنی چی؟ یعنی اگه الان پیجی که دستتونه موضوعش آرایشگریه، باید این کارا رو برای پیجای موضوع آرایشگری انجام بدین. بعد اینکه این کار رو انجام دادین یعنی 30 نفر رو فالو کردین، میرین توی دایرکتشون و خیلی محترمانه میگید که سلام، وقتتون بخیر باشه، من پیج شما رو فالو کردم، ممنون میشم که این کار رو متقابل انجام بدید. وقتی که اینو میگی اون طرف هم پیجی که دستتونه رو فالو میکنه و اینجوری باعث میشه که پیج کارفرماتون و اون پیجی که دستتونه فالووراش بره بالا و رشد کنه. تمام این نکاتی که بهتون گفتم و لطفاً همه رو یادداشت کنین که چیزی رو فراموش نکنین. 0 تا 100 مراحل و آموزش ادمینی بدون هیچ اضافه گویی دقیقاً همین چیزایی بود که گفتم. من خودم اون تایمی که ادمین بودم و ادمینی کار میکردم فقط همین نکته ها رو رعایت میکردم و واقعاً هم پول خوبی تونستم در بیارم. شما هم این کارهایی که بهتون گفتم و انجام بدین، قول میدم که بهترین نتیجه رو بگیرین و به درآمد خوبی برسین. فقط باید بهم قول بدین که اصلا عجله نکنین و اگه که همین امروز الان رفتی پیج زدی، فرداش نری به اون پیجای تیم ادمینی پیام بدی پروژه بگی، چون اینجوری فقط ناامید میشی. اصلا عجله نکن، خیلی اصولی و منظم اول پیج خودتو بیار بالا، خیلی منظم پست بذار داخل پیجت و یه پیج خوبی برای خودت درست کن. وقتی که اینو اوکی کردی،
بعدش دیگه برو سراغ پیجایی که تیم ادمینی دارن و بهشون پیام بده که بهت پروژه بدن. خیلی ممنونم ازت که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی. اگر که از این آموزش و از این روش خوشت اومد، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و حتما این ویدیو رو چندین بار ببین که تمام نکاتش رو یاد بگیری و هیچ نکته‌ای رو از دست ندی. و اگه که دنبال همچین روش‌های ساده یا مثل کسب درآمد دلاری تومانی هستی، کانال من مخصوص توه. حتما کانالمو سابسکرایب کن که از بقیه آموزش‌ها جا نمونی.